رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 13 سال برای صحابه کرام فقط لا اله الا الله را درس میداد که او مردم، لا اله نیست هیچ کسی مستحق عبادت، نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه. اله نیست کسی که اله کی است؟ ذاتش عبادت میشه، قانونش تطبیق میشه. 13 سال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای شاگردای مکتب نبوت درس میداد که نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه الا الله، بغیر از الله. ما 13 سال چی که 13 ماه هم درس عقیده نخواندیم. اگر 13 ماه درس عقیده نخواندیم 13 هفته خود میخواندیم، 13 روز هم نخواندیم. ریش ما در اسلام سفید شد، یک روز درس عقیده را از قرآن نخواندیم. مسلمان میمورن، ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس ششم کورس عقیده در قرآن و سنت امروز شروع میکنیم و بحث امروز که شاید یک هفته، 2 هفته یا شاید حتی 3 هفته را در بر بگیره، یک بحث بسیار دقیق و خطرناک در عقیده هست. این بحث عنوانش است نواقض ایمان یا نواقض اسلام. نواقض جمع ناقض است، نون الف قاف داد است. نواقض میگن به عربی، ما شما در فارسی میگیم نواقض. اینال جمع ناقض به معنای زائل کننده، از بین برنده و خراب کننده هست. و نواقض الاسلام چی معنی؟ عبارت از امور است که ایمان و اسلام کسی را فاسد میکنه. هرگاه شخص مسلمان اگر همین چیزهایی که ذکر میشه در چند نقطه من ذکرشان میکنم، عبارت از فاسد کننده های اسلام یا ایمان است که هرگاه در شخص مسلمان یافت شود، در شخص مسلمان یافت شود، ایمانش را فاسد می کند، اعمال صالحش را محو می کند و در جمله کسان داخل میشه که برای ابد در دوزخ باقی میمانند. الله حفظ کنه ما و شما. اینال سر هر مسلمانی که مذکر است و یا مؤنث است، سر ازی واجب است و فرض است که این مسائل بفهمه. در غیر از او خواسته یا ناخواسته این انسان در یکی از امور داخل میشه و خودش بیچاره خوشحال است که من مسلمان هستم، لکن در لیست ملائکه در لیست انسانهای بیدین و مرتد گرفته. خطر آخر زمان دمی هست. خطر آخر زمان دمی است که بعضی اوقات قوانین میبرایه. مثلا ما قانون میخوانیم، نوشته است منع خشونت علیه زن. علما میگن اینش مخالفی آیت قرآن، اینش مخالفی آیت قرآن، اینش مخالفی آیت قرآن. یک نفر خوب ریش، خوب لنگی، یک خانم خوب چادر، خوب مسلمان، بی حاجی چی میکنن؟ میگن ما از این قانون دفاع میکنیم و این باید تصویب شود. ببین و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. کسی که یک قانون را میخواد تصویب شود که ضد قانون الله هست، فاولئک هم الکافرون. این بیچاره نمیفهمه. چرا نمیفهمه؟ به خاطر ازی که ما 100 مرتبه جمله را برتان تکرار کردیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 13 سال برای صحابه کرام فقط لا اله الا الله را درس میداد که او مردم، لا اله
نیست هیچ کسی مستحق عبادت، نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه. اله نیست کسی که اله کی است؟ ذاتش عبادت میشه، قانونش تطبیق میشه. 13 سال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای شاگردای مکتب نبوت درس میداد که نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه الا الله، بغیر از الله. ما 13 سال چی که 13 ماه هم درس عقیده نخواندیم. اگر 13 ماه درس عقیده نخواندیم 13 هفته خو میخواندیم، 13 روز هم نخواندیم. ریش ما در اسلام سفید شد، یک روز درس عقیده را از قرآن نخواندیم. مسلمان میمورن، ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان است. یک نفر در موتر سوار شد، سر اسب خودم شتر سوار است. یک کس صدایش کرد، گفت شاعر صدایش کرد، گفت کاکا کجا؟ حج میرم. حج میری؟ این طرف ترکستانی خورش. گفت ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان است. این کتابی که تو میخوانی والله صاحب قرآن ختم کردیم، بعد از این حافظه خواندیم، بعد از این 5 کتاب خواندیم. آیا یک روز می عالمی که 5 کتاب درس میته به خاطر الله شما جوانای مسلمان برین امی کتاب تحقیق کنین که مؤلف از اهل سنت است یا اساسات عقیده تشیع بیان میکنه؟ ما با طفل خود بعد از خواندن قرآن اصول اعتقادی اهل تشیع را درس میدیم. باز از او که خلاص شد باز میم برش حافظه درس میدیم. لکن وقتی کتابش میخوانم بغیر از اینکه انسان به فسق و فجایع دعوت بکنه، عقیده چی نیاز داره که تو به خاطر از اینکه العیاذ بالله سر خالق نامهای دیگه بان، سر پیغمبر نام دیگه بان، خمار و خامر و شراب و فلانی؟ نه صاحب، این معنویات گپ میزنه و در دین از استعاره و از کنایه و گپ نمیزنه. در دین قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. به هر صورت اگر مسلمان این گپا را نفهمه والله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برای تجاری که تجارت میکنه برش میگفت وقتی که یک کسی تجارت میکنه قبل از آغاز به تجارت سرش فرض است که احکام تجارت باب معاملات کلش خوانده باشه یک. در غیر از او این تاجر خواهی نخواهی در حرام مبتلا میشه، در سود مبتلا میشه. از این خاطر میگن که هر چیزی که سر مسلمان فرض است قبل از او دانستن احکام از او سرش فرض است. هر چیز که سرت فرض است قبل از او نماز فرض است. قبل از نماز خواندن احکام نماز رو باید بفهمی. در غیر از او نماز تو فاسد است، باطل است. نماز پیغمبر چه قسم بود، نماز تو چه قسم است؟ از پیغمبر صلی الله علیه و سلم 2 رکعت نماز در 20 دقیقه میخوان، تو 20 رکعت نماز در 2 دقیقه میخونی. امت کی هستی؟ امت خود هستی، امت پیغمبر نیستی. چرا ما نماز به طریق پیغمبر نمیخوانیم؟ به خاطر یک روز ما 2 تا حدیثی که درباره نماز پیغمبر است نخواندیم. همین قدر برو پرسان که از 1000 نفریم پیغمبر هم چه قسم نماز میخوان؟ آیا 1-2 حدیث یاد داری که اسلوب یا روش نماز پیغمبر صلی الله علیه و آله نشان بدن؟ صحابه مثل ما و تو کسایی نبود که در قسمت اسلام به تفاوت باشه. والله از طهارت گرفته تا خلافت کلش ذره ذره بر ما نقل کردن، کلش بر ما رساندن. حتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله در داخل تشناب چه قسم داخل میشه بر ما خبر داد. چه قسم استراحت میکرد، با کدام پالو خو میکرد، چه قسم آب مینوشید، به دست چپ میگرفت یا به دست آب به دست راست میگرفت. پیغمبر منش یک معلم
از طهارت تا خلافت کلش بر ما داد. لکن ما متاسفانه چی هستیم؟ همیشه در هر چیز ایناله. تو میگی من موحد هستم، احکام توحید یاد داری؟ نه والا با حافظ خواندیم. اوه موحد باشه آیا جرأت میکنه که امی قصه را بگویه یا نوشته کنه؟ با ذات ذوالجلال، با عظمت از او شایسته است که ما نان خوردن و فلانی نفر قصه دروغی باز میگیم ما والا صاحب چطور هستیم. به هر صورت برادرای محترم، مسلمان ها متاسفانه تو فکر میکنن که وقتی من در خانه مسلمان پیدا شدم نام مسلمان از کلمه را خواندم. نه، با خواندن کلمه لا اله الا الله در چوکات ایمان داخل میشیم. با عمل کردن مطابق مقتضای لا اله الا الله، با مطابق معنای لا اله الا الله عمل کردن تو دیگه چوکات باقی منی اگه نشه. پس کلمه رو خو خواندی، حالا کلمه از تو چی تقاضا داره؟ والا سب نمیفهمی. چه وقت میفهمی؟ چه وقت میفهمی؟ چون کلمه، چون عقیده خود از کتاب حافظ شیرازی گرفتن. باز که برش بگویی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این قسم نماز میخوان، باز ترام وهابی میگه دشنام میته، پیغمبر خدا رام دشنام میته، او رام باز وهابی میگه. بسانشون کیس وهابی؟ وهابی هر کسی که یه حدیث خواند از صحیح بخاری گپ زد وهابی است. اوکی، صحیح بخاری هر کس گپ زد در صحیح بخاری گپای کی هست؟ احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله. پس کسی که صحیح بخاری گپ میزنه او وهابی هست. خب اگر بگه وهابی یک انسان موحد، یک تاپرست، آدم بسیار خوب، بسیار خوش قواره، خوش تیپ، میگه نه خیلی چی؟ وهابی کافر است. خب یعنی کسی که صحیح بخاری رو میخونه کافر است؟ اولین مرتبه کسی که احادیث خوانده رسول الله خوانده صلی الله علیه و سلم. انما الاعمال بالنیات کی گفته رسول الله؟ پس تو پیغمبر خدا رو دشنام دادی. به هر صورت اینی مشکلاتی است که اگر عقیده توحید میخوانیم و در عقیده توحید میخوای موحد باشی، اگر این کتابای دیگه مردم عقل دادیم مثلا کنه همیشه که خارجی ها که انگلیس ها که گپ میزنی میگه use your mind، از عقلت کمک کار بگی. از این خاطر انگلیس که قرآن برش تشریح کنی بسیار خوب قرآن میفهمه، مسلمان میشه، از عقل خود کار میگیره. تو رو به خدا اگر کتابای فلسفه مردم مسلمان میساخت، چه نیازی بود که پیغمبرها بیاین؟ آیا قبل از حضرت محمد صلی الله علیه و آله افلاطون، سقراط، ارسطو یا نبودن؟ چرا پیغمبر گفت که ترکت فیکم، ما براتون دو چیز گذاشته، کتاب الله و سنت خدا. و نگفت که 70 چند گروه که میشه کی نجات پیدا میکنه؟ ما انا علیه و اصحابی. ببینید که ما چی کردیم و اصحابم کردیم. تو چرا کتاب پیغمبر نمیخوانی؟ چرا کتابی که رسول الله میخواند قرآن نمیخوانی؟ چرا احادیث نمیخوانی؟ چرا عمل کرده فهم صحابه پیغمبر نمیخوانی؟ که تو میخوای از طریق دیگه کتاب ها به عقیده توحید داخل شوی. از این خاطر این مشکل اساسی هست که ما داریم تا حال نفهمیدیم که برای عقیده توحید از کدام کتاب استفاده کنیم. از برای خدا هندو به خاطر هندویزم خود از گرنگ خود استفاده میکنن، نصرانی به خاطر عقیده تثلیث خود از بایبل خود استفاده میکنن، یهود به خاطر فهم عقیده خود از تورات تحریف شده استفاده میکنن. میگه هر چیز است، لکن مسلمان به خاطر عقیده توحید خود از قرآن استفاده نمیکنن. یعنی چرا خیلی ما از اون دو هم بدتر شدیم، از یهود هم بدتر شدیم، از نصارا هم بدتر شدیم. او از کتاب دین خود دینه میگیره، ما قرآن قرار در سر دیوال ماندیم و عقیده خود از دیگه کتاب ها میگیریم. عقیده خود از او عالم کلام، از او فیلسوف، از او کسایی که ایوازی که عقیده را برای تو برسانه شک ایجاد میکنه در عقیده، ما بوده میخوانیم. از برای خدا چه وقت این ملت چه وقت خواد بیدار شده، چه وقت ما خواد بیدار شده.
چی خواهد گفتیم در مقابل الله سبحانه و تعالی که ما عقیده خود از کجا گرفتیم؟ عقیده کتاب عقیده قرآن است، شارح قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. لا اله الا الله محمد. چرا محمد رسول الله؟ به خاطر که معنای لا اله الا الله محمد خود تشریح میکنه که رسول الله است. از این خاطر علما میگن در عقیده دین توقیفی است. در چی توقف کنیم؟ در قرآن توقف کن. استاد شو قرآن بخوان، از قرآن پیش نرو، احادیث صحیحه را پیدا کن، سر از او توقف کن، از خود فلسفه زیاد نگو، در غیر از او هلاک میشی. اینی هست برادران عزیز محترم. او نواقص است، نواقص چیزایی که ناقص میکنه، از بین میبره عقیده را، ایمان. اولین ناقص کننده شرک است. شرک در چی هست؟ شرک، باز ما شما در باب شرک یک فصل درس داریم. شرک در ذات میه، شرک در عبادت میه، شرک در افعال میه، شرک در صفات میه، شرک در عبادات میه، شرک در قانون میه. 6 قسم شرک است. از هر قسمش که یک کار شرک آمیز بکنی، آیت قرآن چی میگه؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي، سيكونين ایگه الله برای پیغمبر خود میگه. برای پیغمبر سم چه قسم میفهمونه؟ برش میگه که ولقد و یقین داشته باشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لام یک یقین، قد دیگه یقین. خب مؤکد یقین داشته باد که اوحی وحی شده الیک ای رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی تو و الی الذین من قبلک و به پیغمبرایی که قبل از تو بودن، چون کل پیغمبرها مسلمان بودن. پس برای تو وحی شده و برای پیغمبرایی که قبل از تو بودن چی وحی شده؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر شرک بیایی ای پیغمبر خدا سبحان الله، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لئن اشرکت، خطاب به خود رسول الله صلی الله علیه و سلم است که اگر یک عمل شرک آمیزه بکنی، و وقتی که خطاب برای پیغمبر است، خطاب برای امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که ما و شما هستیم. وحی شده بر توی پیغمبر و وحی شده به دیگه پیغمبرایی که قبل از تو بودن، کلشان یک عقیده داشتن که لئن اشرکت، اگر شرک آوردی، یعنی در ذات الله. شرک چی را میگه؟ شریک ساختن است. در عبادت الله کس را شریک ساختی، 99 مرتبه نظر به نام الله کردی، یک مرتبه نظر به نام پیغمبر یا ولی یا بیبی کردی، شرک آوردی به الله. چه ما شریکش کردی در چی؟ در عبادت الله. 100,000 رکعت نماز به الله خواندی، یک رکعت نماز به نام یک صحابی خواندی، این صحابی را در عبادت الله شریک ساختی. 10 میلیون مرتبه بر الله سجده کردی، یک مرتبه به غیر الله سجده کردی، یا به قبر یا به رهبرت یا به بزرگت یا به ملایت یا به مولویت یا به شیخت یا به آخونت یا به مرشدت، یک مرتبه سجده کردی، دمو یک مرتبه او را با الله شریک ساختی. یعنی یک مرتبه سجدی تو چی میشه نتیجهش؟ لیحبطن. میگفت بخیر فهمیدن قرآن ساده ما رو میگفت قرآن اگه میخوای بفهمی نحو بخوان، صرف بخوان تا که خودت قرآن بخوانی. ایناله حبط یحبطو، حبط از بین میبرن، یحبطو حبط از بین رفت، یحبطو از بین میرود. وقتی که لام داخل شد لا یحبطو، حتما از بین میره. توکید چی مانه؟ یک کسی نمیگه که
اگر شرک بیاری به این نفر که سجده بکنی عملت از بین میره. میخوای تاکید کنی برش میگی لا یحبطو، حتما عملت، حتما تمام اعمالت از بین میرن. کل عبادت کردی شفت دلیت، کلش خراب کردی. باز به خاطر که این انسان مسلمان خوب عظمت خالق بفهمه، خوب بترسه، باز نون توکید ثقیله بشین پیش یک عالم دین، پیش عالمی که بفهمه بگو لام یک دفعه تاکید، نون دو دفعه تاکید، نون ثقیله 2 تا نون است، 3 دفعه تاکید. لئن اشرکت لیحبطن عملک، حتما تمام اعمال تو از بین میره. یعنی که هیچ شک نداشته باشی. این حاله از این خاطر علما میگن که یکی از زائل کننده های ایمان چی است؟ شرک است. خب اینی اول چیز که است شرک است. آیت دیگه چی میگه؟ آیت شرک بخواهیم بسیار خطرناک است. میگه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. این یقین داشته باش، خب با تحقیق و با دقت بفهم که الله سبحانه و تعالی لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. برای دیگران یک کس زنا کرده، یک کس شراب خورده، یک کس دزدی کرده، یک کس قتل کرده، گناه کبیره کرده، هر چیزی که کرده، اگر الله در روز قیامت خواست او را میبخشه. چرا جنایت های از یا به افراد تعلق میگیره؟ فهمیدید؟ جنایت است که به افراد تعلق میکنه. یک شخص را بیاب کرده، یک کس را توهین کرده، یک کس را تحقیر کرده، اینا اگر در روز الله، در روز قیامت الله بخواه اینا را میبخشه. اما برعکس از او یک کس که جنایتش کت خالق باشه، خالق کت از گپ نمیزنه، میگه تو دشمنی تو کت ما بود، کت ما مردم مخلوق شریک کردی. به این وضع ما رفتی بعد یک سجده کردی یا آمدی که من در جنت خود ببرم. باز از این خاطر آیت قرآن چی میگه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ان الله لا يغفر، الله نمیبخشه کی را؟ ان یشرک به، ای که کسی در عبادتش یا در ذاتش یا در قانونش کسی دیگر رو تو چی کنی؟ شریک. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. و دیگه گناه ها را برای هر کس اگر خواست، اگر نخواست ایرام کومت زدن میشه. اما در قسمتی که اگر خواست، باز که خداوند تو ذات رحمان رحیم از بنده ایم شرک ناورده گناه نکرد. خب بیا کی بیگناه هست اصلا؟ اول با فایده خود ماست، چون عقیده اقاقپای دقیق داره. از همین خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و 13 سال چی کرد؟ در عقیده سر کرد. و آیات مکی کلش در عقیده است، کلش در عقیده است. پس کسی که سیرت درس میده، اگر سیرت درس میده، استاد سیرت واقعی اول باید اگر کورس 1 ماه داره، فکر کن که مثلا عمر پیغمبر 23 سال بود، نه؟ از 23 سال 13 سال شده چی تیر کرد؟ در عقیده. پس استاد سیرت باید چی کنه؟ اگر 23 روز درس میده، 13 روزشه مسائل اعتقادی سیرت پیغمبر را بیان بکنه. چرا پیغمبر در اول مردم میگفت در قبر نرین، در زیارت نرین؟ خب مردم با زیارت سجده میکردن، رکوع میکردن، نظر میبردن، تار بند میکردن. عادتایش مشرکا بود. آخر پیغمبر سم دید که مسلمان‌ها رو چطور کنه؟ گفت هیچ کس نره. بند زیارت رفتن. بعد از اینکه صحابه کرام کلشان خوبمتن عقیده را فهمیدن، قلبشان ارتباط گرفت با الله. باز که فینال که قلبتان با الله ارتباط دارن، کنتو
نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، الا برین زیارت کن. حال زیارت مشرکانه نمیکنین، حالا که زیارت هم بکنین میگین السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین والمسلمین غفر الله لنا ولکم وانتم السابقون ونحن اللاحقون. دعا میخونی خلاص از پیشش تیر میشه، میگی پروردگار یارم ببخش، بیچاره خودشان در بدر هستن، پروردگار مرام ببخش، ما هم در بدر خاک بسر هستم. خلاص به الله رجوع قرار. چی میکنی؟ زیارت موحدین چه قسم است؟ صحیح کنین. یک روز برین با طریق بابا کلان و نانا کلان خود زیارت کردیم، نه؟ بیاین یک روز بریم به زیارت در سر قبرستان. زیارت چی میگه؟ رفتن به قبرستان میگه. برین در قبرستان کسایی را که میشناسین سرزمین قبر از یا استاد شوین و با طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای 10 دقیقه امیر یک تجربه کنین و 10 دقیقه در سر قبر استاد شوین. در قبرستان نه دعا بکنین، نه قرآن بخوانین، نه هیچ چیز، فقط در سر قبرستان قرار همتون استاد شوین یا بشین در بغل و به کسایی که رفتن درباره این مرده ها فکر کنین. این مرد باز بیبی که نوبت خودت چه وقت است. ما را قلب چی بگردانه؟ سلیم بگردان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.